از همکنون علاقمندان سفر از شهر خوجند به تاشکند و یا برعکس می توانند توسط اتوبوس ها سفر نمایند. امروز نخستین اتوبوس از جمهوری ازبکستان به شهر خوجند آمد. نخستین اتوبوس در مسیر تاشکند خوجند تاشکند با گروه کاری نمایندگان وزارت ها و خبرنگاران سنه 15 می وارد شهر خوجند گشت. هیئت مهمانان را نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر خوجند در автовокзал راه ابریشم شهر گرم و صمیمی پیشواز گرفتند. رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده ضمن سخنرانی خود این اقدام را باز یک قدم استوار در گسترش روابط‌های دوستانه دو کشور عنوان کرده آن را مهم و منفعت آور ارزیابی نمود. در ادامه معاون رئیس ولایت سوخت رحمتزاده رستم میرزا نماینده ازبکستان و دیگران سخنرانی نمودند. تاجیکستان و ازبکستان دارای فضای بزرگی فرهنگی گومانیتری سرحدی عمومی و رابطه‌های انکشاف یافته بوده می‌توانند رفت و آمد آزاد اهالی و محصولات خدمترسانی ها را فراهم آورد. برای انکشاف تاثیربخش ساحه‌های گوناگون اقتصادیات هر دو دولت مساعدت نماید و اقتدار ترانزیتی یکدیگر را برای برآمدن به دیگر بازارها استفاده برد. قابل ذکر است که قبلا برای جاری نمودن این خط سیر میان نمایندگان دو کشور گفت و شنیدها جریان داشت. حرکت اتوبوس ها میان تاجیکستان و ازبکستان امروز شروع شد. خضیرов قربان علی دیرکتور مؤسسه دولتی نقلیات اتومبیلی و خدمات رسانی لوجستیکی وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان ابراز داشت که من بعد جاری نمودن خط سیرها در مسیر دوشنبه ترمیز باختر دهنو از پنجکن به شهرهای سمرقند و بخارا از کونی بودم به شهرهای وادی فرغانه ازبکستان و در مجموع زیاد از 10 خط سیر در نظر است. پاسپورت‌های خط‌سیرو علاقه ما ترتیب دادگی یعنی توسط یک بار دیگه با مگه میزنم که توسط شهر اسفاره با مملکت همسایه توسط نوحیه کونی بودم با مملکت همسایه انم خیلی اتوبوس وقتی ما خط‌سیر میکشویم این تجدیداً پای در پای میکشویم. نصیب باشد با از شهر دوشنبه به طرف ترمیز دیرنو بعد آینده باز با تاشکند و از شهر پنجکن با سمرقند و بخارا خدا نصیب کند همه اینا خط‌سیرو علاقه شناسنامه‌شون ترتیب دادگی و اینا با قدر امکان ما پای در پای شدن میگیریم. قریب که تخمینا یک 10 تا خط‌سیر است با شهر با مملکت همسایه. ما تصمیم گرفتیم دو انتقال دهنده یعنی از طرف جمهوری ازبکستان یعنی انتقال دهنده شرکت منظره توریسم وابسته شده است از طرف جمهوری تاجیکستان باشد شرکت آسیا اکسپرس یعنی GSP هولدینگ آسیا تاجیکستان شرکت ایشن اکسپرس اتوبوس های خود را در خط سیر خوجند تاشکند به راه مانده ایستاده است. فردا روز چهارشنبه ساعت 8:00 از автовокзал راه ابریشم به طرف شهر تاشکند اتوبوسی مسافرکشانی شرکت ما به راه میبراید. قابل ذکر است که رفت و آمد اتوبوس ها و علاقه هوایی بین شهرهای تاجیکستان و ازبکستان سال 1992 قطع شده بودند. از ماه اپریل سال گذشته بین تاشکند و دوشنبه بعد تنفس 25 ساله علاقه هوایی برقرار کرده شد. نیمه ماه مارس رجای روابط بین کشورها بیکار شده. اکنون شهروندان هر دو کشور می توانند بدون روابط و مهلت 30 روز به قلمرو همدیگر رفت و آمد نمایند. قابل ذکر است که چنانکه که خضیرов قربان علی دیرکتور مؤسسه دولتی نقلیات اتومبیلی و خدمات رسانی لوجستیکی وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان اطلاع داد شرکت‌های علاهیده‌ای که امکان تامین مسافران را با همه شرط و شرایط و خدمات رسانی را توسط نقلیات‌های بزرگ مسافرکش دارند می توانند در موافقه با وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان خط‌سیرهای خود را در این مسیر تأسیس دهند. نرخ راهگیری در مسیر تاشکند خوجند و خوجند تاشکند 50 سومانی معین شده است. راه سفر از تاشکند تا خوجند 174 کیلومتر است. وقتی سفر 4.5 ساعت را تشکیل می‌دهد. از جانب تاجیکستان شرکت آسیا اکسپرس مسئول انتقال مسافران شده. این شرکت بدین منظور از ازبکستان چند عدد اتوبوس‌های نو خریداری کرده است. با اطلاع مقامات تاجیکستان همه روز بیش از 10,000 شهروند این کشور به شهرهای مختلف ازبکستان سفر می‌کنند. رستمبek احمدov برای برنامه اطلاعاتی نگاه دیار.